سلام علیکم گنگ یوتیوب آپارات. امروز من با یه ویدیو خفن دیگه. امروز در مورد پنل انگشتی فری فایر. امروز خب بچه حالا اگه میخوایم پنل انگشتی فری فایر رو فعال کنیم، بعد یه پسورد 4 رقمی داره. این پسورد دونه دونه داخل ویدیو میذارم براتون، بعد ویدیو رو تا آخر نگاه کنید تا این پسورد رو بردارید. بچه‌ها من تازه چنل یوتیوب زدم، چنل یوتیوب قبلیمون پرید. من جوکر وایتی هستم. ممنون میشم چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم بزنین که هر موقع ویدیو گذاشتم و این نفری باشه ویدیو ما رو میبینی. خب بچه‌ها اینجا اومدم خدا وکیلی اصلا خورد کرده. اینجا اومدم یه خواستم هدش بزنم، نمیخورد بابا. هر کار کردم هد نمیخورد. یارو نگاه کن اینقدر نوب بود، نمیرفت این گوشه ها کمپ میکرد. با نمیخورد، با بیا بزنم برو دیگه. دیدم آخرش هر کاری کردم دیدم هد نمیشد دیگه. گفتم بذار هد نزنمش دیگه، ولش کن بذار بکشمش برم. خب بچه ها دوباره رفتیم. بچه ها داشتم میگفتم بهتون این پسورد 4 رقمی رو داخل برنامه میذاریم. بچه ها یه پسورد دیگه هم داره، اونو داخل نظرات میذارم. بچه برای گرفتن برنامه به چنل تلگرامی ما بپیوندید و هرچی اینجا ویدیو میگیرم اونجا آپلودش میکنم. و اگه تا شب چنل یوتیوب ما به 10 تا سابسکرایب برسه، من براتون چیت فری فایر 100% میذارم. یعنی برید حالشو ببرید. اینقدر خدا وکیلی خفنه. اینم یه دونه از بخش پسوردا، یه دونهشون الان اومد، این پایین اومد. و ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، حالشو ببرید. بچه اینجا اومدم خواستم هر کار کنم هد بزنم، گفتم ولش کن این هرچی میکشیدم بالا نمیخواد. این دفعه الان چی نزنیم بچه برای گرفتن چیت‌های بیشتر به چنل تلگرامی ما بپیوندی. قبلش ویدیو میگیریم بعد میذاریمش چنل. حالا یه چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم بچه‌ها، حمایت چه، خدا وکیلی حمایت چه. من پایین ویدیو خیلی زحمت کشیدم، خدا وکیلی حمایت کنید که باز براتون بذارم. بچه‌ها اینجا اومدم گفتم خدای حتما اون باره کم کردی و دیدم از بغل اومد اصلا یادش بزنم نخورد. اصلا خدا وکیلی نگاه نگو سگ نخورد، خدایی نخورد بابا، پرام ریخت. خب خدا وکیلی اصلا دیگه خیلی رو مخه. بچه پنل انگشتی هم خوبه، بعدک نیست. مثلا فقط یه خورده تیرتون رو بگیرید بالا هد میخوره دیگه، نیازی نیست کاری انجام بدید. فقط یه خورده تیرتون رو بگیرید بالا هد میخوره دیگه، نه نیاز کاری انجام بدید نه خاصی انجام بدید. فقط یه خورده بگیرید بالا هد میخوره. این دستم بردم گفتم بزنین یه دست دیگه هم برم تا توضیحات بیشتری در مورد پنل بهتون بگم. بچه‌ها برای مثلا بعضیاتون میگید چرا این پنل رو گذاشتی؟ یه پنلی میذاشتی که قشنگ میگیری روش هد بخوره. بچه‌ها اونا بنتون میکنن ولی این نه بدون بن، اصلا بن میکنی. اصلا تحصیلم تست کردم هیچ بنی نداره. خدا وکیلی هیچ بنی نداره. تازه اینقدر خوب خدایی بن که نداره هیچ. مثلا برای هد زدن باید دستتون رو تیر بکشید برید بالا. بچه‌ها من چون دکمه تیرم خیلی بزرگ بود هر کار رو میکردم هد نمیخورد، چون باید دکمه تیرم کوچیک میکردم تا قشنگ بره بالا. چون من بردم بالا دوباره قبلش میگه الان نمیخورد. بعد دکمه تیرم کوچیک کردم، گفتم حتما به درد بخوره، شاید هد بخوره. ولی خب هدم خوب. بچه‌ها نگاه کنید برای هد زدن باید حتما این نکاتی که میگم رعایت کنید. بعد تیرتون رو بکشید بالا که هد بخوره. الان نگاه کنید بخش دوم رمزم اومد براتون این پایین و اون 2 تا بخش آخری رو هم بهتون میگم. چون من دیگه صحبت نکنم، ویدیو رو تا آخر نگاه کنید بعد دوباره میایم.
the crow. I'ma show that what you're waiting for. Every single night I sleep with only one eye closed. If you see me in the night, fully blocked out close. All about is looking exposed as I case close. Hiding with my homies in the blacked out. Let's go, nicotine in my body, half with the right snow. Heading up to Glasgow, keeping in the cash flow. Although we got all the ammo in the back, oh. If we hit the silence in the back, it's a no-no. If they pull us over, gonna make it rain with the bullet flow. We don't care what you hear. If you see us in the news, then we're gonna disappear. Living those shows, now we're cruising in the bro. So the difference is we're in an AMG, fully loaded. If I ride like a pro, even if I'm at my lows, thinking like a gnome and keeping all the money flowing, yeah. It's like a demon in my mind, keeping me on the grind. I live behind all my sins like a mastermind. Holding on my world, seeing the walls, some currency and living in the right frame. My mind is well shown. If you want to get down to something, move on to another level, leaving all the thoughts behind. Like my fucking devils, like enough money. Just a million to the next level. Just a million, just a next level. خب بچه از اینجا به بعدش رو میخوایم آموزش نصب بذاریم. روی نصب کلیک میکنیم، اول روی فایل بعد روی نصب میزنید. حالا من برنامه رو چون که دارم دیگه نصبش نمی کنم. حالا میرم وارد برنامه میشم. وقتی وارد برنامه شدیم قسمت اولش من داخل کامنت ها پین میکنم. قسمت دومش پسورد هست که پسوردش هم که داریم میذاریم، رقم آخرش هم که گذاشتیم و تمام. خب بعد روی قرمز کلیک میکنید. بعد که وارد یوتیوب شدید بعد صبر میکنیم چند دقیقه هم نه چند ثانیه صبر میکنیم تا همون عدد بیاد. تا 20 ثانیه صبر میکنیم. بعد که صبر کردید تموم شد براتون پنل فعال میشه. بعدش هم دیگه وقتی پنل فعال شد دیگه میرید وارد فری فایر میشیم. ممنون هستم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.